افغان‌ها حمله کردن، پایتخت ما رو اشغال کردن و مدتی توی تاریخ نگاری ما به شدت تکرار شده و چون تکرار شده به عنوان یک امر پذیرفته یا یک امر به انگلیسی میگن گیون، امر بدیهی ما اون رو قلمداد میکنیم. جالبه که اگر به همون جغرافیای ایران نگاه کنیم در زمان صفویه، قوم پشتون اینها و حتی قندهار بخشی از ساختار امپراتوری ایران بود. افغان‌ها به عنوان یک قوم بیرون از ایران به ما حمله نکردن. نه آقا، غلبه حاشیه بر مرکز بود. یعنی یک مثلا به جای اینکه مثلا بگیم حالا پشتو هم بکره، مثلا تصور بکن از آذربایجان یا مثلا از کردستان می اومدن مثلا چی میگن اصفهان رو میگرفتن. این بیرون نبود از. حالا سوال اینجا چرا این تکرار شد؟ جالب، تاریخ نگاری ما متأثر از مکتب کمبریج و آکسفورد بود. اونها اول تاریخ مدون رو برای این منطقه کلان، نه فقط ایران، نوشتن که به این معنا بود که آقا افغانستان یک کشور جداست، ایران هم یک کشور جدا بوده. بعد افغانستان حمله کرد. اصلا در اون تاریخ چیزی به نام افغانستان نبوده. در اون تاریخ این هم بخشی از جامعه ایران بودن. اگر به تاریخ دوره صفویه نگاه کنیم، یکی از دعواهای بین گورکانیان و صفویان از قضا منطقه قندهار بود.